truth is lost, there is only one way to discover it. به اهرام مصر نگاه کنید. سازه‌هایی که هزاران سال پیش ساخته شدن اما ریاضیات به کار رفته تو اونا حتی امروزه هم دانشمندا رو شوکه میکنه. ارتفاع هرم بزرگ ضریبی از عدد پیه. محیط اون برابر با محیط دایره‌ایه که شعاعش برابر ارتفاع هرمه. حالا این یعنی چی؟ یعنی همچین چیزی. اما اینجا صبر کنید و با دقت به حرفایی که میزنم گوش بدید. تایمی که داشتم محتوا رو براتون ضبط می‌کردم به یه چیزی برخوردم. به این تصویر نگاه کنید. خب ما اگه هرم رو یک مثلث در نظر بگیریم که ارتفاع شعاع یک دایره است، وقتی تو کل دایره این مثلث‌ها رو بچینیم چه اتفاقی میفته؟ حالا به نظر شما این شکل یعنی چی؟ مثلا مصریان باستان چطوری این محاسبات پیچیده رو بدون کامپیوتر انجام دادن؟ نشونه ای از کمک فرازمینی هاست یا تمدن گمشده ای که رازاش دفن شده؟ مختصات هرم بزرگ عددیه که دقیقاً با سرعت نور در خلا همخونی داره. اما این تموم ماجرا نیست. اگه از اهرام یه خط مستقیم به دور زمین بکشیم با مثلث برمودا و جزیره معروف ایستر، جایی که مجسمه‌های مرموز سنگی ایستادن، برخورد میکنیم. حالا فکر میکنید تصادفیه یا با یه نقشه جهانی رمزآلود طرفیم؟ البته این دوتا جایی که معرفی کردم معروف ترینشون بودن. حالا جایی هستن که خودم رو مپ چک کردم، حتما توی ویدیو کوتاه محتواشو میذارم براتون. خلاصه بخوام بگم هر کی که رفت سراغ مقبره این آقا یا مرد یا دیوونه شد. شوخی نمی‌کنم، کاوشگر اصلی هاوارد کارتر بعد از کشف مقبره یه سری مرگای مشکوک برای افراد تیمش اتفاق افتاد. یا مرگ معروف لرد کارناروان یا مرگ پرنده هخامنش. اما ناگفته نمونه روی مقبره یه چیزی نوشته بوده. ولی نکته عجیبتر اینه که تو برخی از اسناد تاپ سکرت FBI مدارکی وجود داره که نشون میده تو DNA توت یه ژنی پیدا کردن که شبیه انسان نیست. پی آزمایشی تو سال 2010 روی جنازه توت همچین جمله‌ای رد و بدل میشه. حالا اگر انسان نبوده واقعا چی بوده؟ یعنی فرعون‌ها حاصل آزمایش‌های فرازمینی ها بودن؟ یا یه ژن مطلق به دوره‌ای که علم ما هنوز بهش نرسیده؟ یه تئوریایی وجود داره که بعضیا میگن اهرام فرودگاه فضایی‌ها بودن، یعنی سفینه‌هاشون اونجا فرود می‌آوردن. یه دسته هم معتقدن که این اهرام ماشین زمان بودن برای سفر به گذشته یا آینده. البته حقم دارم با این تصاویری که الان قراره ببینیم. حتی یه سند عجیب از ناسا هست که نشون میده انرژی ساطع شده از نوک هرم با انرژی الکترومغناطیسی سیارات همراستاه. دیگه داریم از منطق خارج میشیم نه؟ یا شاید هم وارد دنیایی میشیم که علم هنوز نمیتونه درکش کنه. تسلا انقدر به اهرام علاقه داشت که یه آزمایشگاه بزرگ به اندازه اهرام ساخت. تسلا میگفت زمین میتونه مثل یه باتری غول‌پیکر عمل کنه، فقط اگه بتونید درست ازش استفاده کنید. برای همینم توی پروژه‌ای به اسم واردن دیو تاور برجی ساخت دقیقاً به ساختار انرژیزای مشابه هرم. تسلا معتقد بود بدون کابل هم میشه برق و انتقال داد و هرم ها رو به آنتن‌های بی سیم مشابه کرده. نکته جالب اینه که کل آزمایشگاه به طرز مرموزی نابود شد. انگار یه نیرویی نمیخواست این راز فاش بشه. راستی راجع به هر قسمت از ویدیو که دوست داشتین اگر سوالی ذهنتون رو درگیر کرد تو کامنت ها به هم بگید تا محتواشو براتون بسازم. اما واقعیت چیه؟ یه شاهکار مهندسی از مصر باستان یا ردپای موجوداتی از ستاره ها؟ مرگ ها چی؟ مرگ ها میتونن اتفاقی باشن؟
یا نشونه ای از نفرینی که هنوز فعاله؟ یه چیزی که کاملا روشنه اینه که اهرام فقط یه بنا نیستن، یه معمایی هن که ما فقط سطح شدیم. حالا به نظر شما چی پشت این راز خوابیده؟ اگر این ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب کن، دکمه زنگوله رو بزن که هر وقت که محتوای جدید ساختم سریع به دستت برسه. و کلام آخر، هر چیزی که باور کنی میتونه واقعی باشه.